به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام زبان‌آموزان گرامی. درسی چهارم است از سلسله درس‌های فارسی برای نوآموزان. الفبای زبان فارسی حرف پ. در اینجا برای شما زبان‌آموزان عزیز 4 رسم با 4 کلمه آورده ایم و کلمه اول پروانه. پروانه 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 هم در زبان تاجیکی است، پروانه است. اصلا زبان تاجیکی فارسی هر دو یک است، فقط طرز نوشت فرق میکند و یک کمی لهجه ها نیز فرق میکنند. ما اگر بگوییم که خط فارسی را می‌آموزیم درست‌تر میشود، نه زبان فارسی را، خط فارسی را، چون که زبان فارسی و تاجیکی هر دو یک است، فقط یک کمی فرقیت در طرز نوشت و طرز گفتاری کلمه ها و تلفظ کلمه ها دیده می شود. بنابراین پروانه با زبان تاجیکی پروانه، پسته 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 ما تاجیکا میگوییم پیسته پیسته، اما با خط فارسی پسته پسته خوانده می شود. پسته پسته و طرز خواندنش هم در اینجا آورده ایم، طرز کلمه ها، طرز تلفظ با حرف های تاجیکی. خب پلنگ 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 پنجره پنجره یا پنجره 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 در زبان تاجیکی پنجره به معنای تیرزه کم استفاده می شود، یعنی بسیارتر به معنای ریشاتکه استفاده می شود. در زبان روسی ریشاتکه می گوییم، ریشاتکه یعنی پنجره که پیش خانه ها رو میگیم مثل دیوار محکم میکنن یا گردی باغچه ها رو با پنجره محکم میکنن. گاه به معنای تیرزه هم میاد پنجره، اما زیادتر ما تاجیکا تیرزه استفاده میکنیم. تیرزه تیرزه. خب پنجره پنجره پنجره. این بود درسی چهارم. تا درس های نوبتی، خدا نگهدار.